سلام، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو جدید. من عینک رو در آوردم چون که نور میزد و هیچی نمیبینم. خلاصه اگر شبیه کورها رفتار کنم و قرمزی چشمام دیده میشه و فلان، به خاطر اینکه تا همین قبل از گرفتن ویدیو داشتم گریه میکردم. گوشیمم پشتش یک لیوان آب یخ ریختم که تبدیل گدازه نشه و خاموش نشه. اصلا نمیدونم باید چجوری حرف بزنم، یعنی کاملا مشخصه که دست هام رو هم دارم از هم تشخیص نمیدم چون که 100 سال ویدیو نگرفتم. ولی چی شد که اومدم ویدیو بگیرم؟ چند هفته پیش من یه چنل تلگرام خیلی کوچولویی دارم، یه سوالی از رشته کامپیوتر پرسید، من جوابش رو دادم و بعد یه سری پیام‌های دیگه اومد. یعنی یه سری انسان‌هایی که به من لطف دارن اومدن گفتم وای ما ویدیوهاتو میدیدیم قبل اینکه قطع بشه اینترنت و نمیدونم خیلی چیزای جالبی میگفتی و فلان اینا. بعد خیلی هم چیزهای زیادی این مدت سیف کرده بودم، کلا اینترنت هامون قطع بشه خیلی ایده های جالبی رو سیف کرده بودم که بیام به اشتراک بذارم و حوصله‌شو نداشتم حقیقتا بعد اینو ادیت کنم، بعد اصلا با اینترنت ایران اینا رو آپلود کنم. بعد من اینجوری بودم که الان اصلا مود اینو ندارم که بیام توی سوشال مدیا و فلان، یعنی همون توی غار بودنه رو ترجیح میدم که یکی از ویدیوهای من داره همینجور ویو میخوره و انسان‌های خیلی زیادی هر روز دارن تو ناشناس از من سوال میپرسن راجع به رشته کامپیوتر. حالا اینا هم به کنار، یه سری مافیاهای هوش مصنوعی در فید اینستاگرام من به وجود اومده که من هر روز دارم اینا رو بلاک میکنم و همچنان برام میاد. آره خلاصه از وقتی که من به کانفیگ دسترسی پیدا کردم و تونستم وارد اپ اینستاگرام بشم، به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کردم، یک سری ویدیوهای بسیار چرت و پرتی توی فید اینستاگرامم اومده که من خب چون محتوای تک رو دنبال میکنی خب برات میاد دیگه. مثلا از هر 10 تا ویدیویی که من توی فیدم هست 9 تاش راجع به این داستانه. بعد هر هفته هم آپدیت میشه. حالا آپدیت هاشو میگم. چند تا موضوع بولد رو پیدا کردم، نوشتم و میخوام راجع بهشون صحبت کنم. اواخر فروردین بود فکر کنم اولین باری که من تونستم، دقیقا یادم نمیاد، تونستم به اینستاگرام وارد بشم. یه موج خیلی بزرگی از کنسل کردن چت جی پی تی به وجود اومده بود و حتی خیلی از آدم‌های دور و برم هم اینجوریه که آره من دیگه کلاد دیگه آره. بعد مثلا اینجوری بود که ویدیوها واقعا از هر 10 تا ویدیو 9 تاش اینجوری بود که هنوزم از چت جی پی تی استفاده میکنی دیگه کلاد اومده، هنوزم با چت جی پی تی فایلاتو فلان میکنی دیگه که what the fuck. من نمیدونم این داستان کنسل کردنش چیه. یه بار ما سر گروک اینو داشتیم، یه بار سر جمینای اینو داشتیم، یعنی ما سر هر هوش مصنوعی که میاد و سر صدا میکنه یه دور این موج کنسلیه رو داریم و من نمیدونم چتونه، چه خبرتونه. و من به عنوان یه شخصی که 3 ساله دارم با AI های مختلف کار میکنم و یه دید فنی تری نسبت به آدم های معمولی که دارن این ویدیوها رو میبینن و قبول میکنن دارم، بیایم ببینیم چرا من این داستان رو قبول ندارم و من فقط دارم روی اینا ریاکت میرم با توجه به دانش خودم، با توجه به تجربه خودم و شما میتونین این رو قبول بکنین، میتونین این رو قبول نکنین. و من طبق متنی که دقیقاً خودم نوشتم میخوام بخونم که چیزی رو از قلم نندازم و چیزی رو اشتباه نگم. ببین یه داستانی که اول از همه بخوام بگم، شما فکر میکنین که مثلا یه هوش مصنوعی جدید که اومد مثل خرید گوشیه. خب اگر بخوام یک مثال خوبی بزنم، مثلا این تو یه گوشی آیفونی که 5 سال پیش اومده رو که نمیری بخری. تو بین یک گوشی آیفون 5 سال پیش و یه گوشی که الان اومده که 5 سال جلوتره، تو گوشی 5 سال جلوتر رو قبول میکنی دیگه. چرا؟ چون سخت افزار قوی تری داره، دوربین قوی تری داره، پردازنده بهتری داره و بلا بلا بلا. این با انتخاب هوش مصنوعی خیلی فرق میکنه، اصلا یه دنیای جدیدیه. حالا اینم بگم که من اگه بخوام واقعا کلاد و چت جی پی تی رو یه مقایسه فنی بکنم، این خودش یه ویدیو جدا میطلبه که اگر دوست داشتین بگین من توی ویدیو دیگه مثلا میگم چه کاری رو با این بکنیم بهتره، چه کاری رو با این بکنیم بهتره، این چیکار میکنه، این بهتره یا اون بهتره یا هر چیزی. اون یه ویدیو جداست که حالا اگر دوست داشتین کامنت بذارین من براتون اون ویدیو رو میگیرم. اما در مورد AI و هوش مصنوعی اینجوری نیست. ما با یک اکوسیستم از مدل‌های مختلف طرفیم، نه با یه دستگاه که فقط یه نسخه جدید جای قبلی رو بگیره.
هر مدلی که میاد، مثلا گروک میاد، جمینای میاد، چت جی پی تی جدید میاد یا هر چیزی، اینا هر مدل با داده های متفاوت، روش آموزش متفاوت، معماری، تنظیمات و هدف متفاوتی ساخته شده. اصلا یک AI میاد مختص ساخت عکس درست میشه، یه AI میاد مختص تبدیل صدا به متن درست میشه و یه سری AI هایی هم میان که جنرالن، یکی روی برنامه‌نویسی بهتره، یکی روی تولید متن بهتره، یکی روی تحلیل اسناد بهتره، یکی روی تصویر بهتره، یکی روی ویدیو بهتره. برای همین این که بگیم این اومده پس همه AI های قبلی که داری رو پاک کنیم خیلی شر و بره. خب چیز دیگه که بخوام بگم اینه که آقا مدل‌های هوش مصنوعی بر پایه ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ ساخته شدن و یعنی اینجوریه که با دیدن حجم عظیمی از داده ها الگوها رو یاد میگیرن، نه اینکه مثلا موتور جستجوی گوگل فقط اطلاعات رو ذخیره کرده باشه. مثلا آقا من با چت جی پی تی 3 سال دارم حرف میزنم، اون الان تقریبا به یه چیز نسبی رسیده که مخاطبش که من باشم، به فلان چیز علاقه دارم، فلان کارو کردم، رزومم اینه، طبق حرفایی که باهاش زدم اینا رو سیو میکنه توی مموریش و یادش میمونه و یه چیز نسبی از من رو به خاطر داره و من اگر بخوام باهاش صحبت کنم هر بار نمیرم از اول خودم رو براش تعریف کنم، دیتای من رو داره. مثلا مثل گوگل نیسته که من برام یه چیزی ازش بپرسم و اون فقط بره یه چیزی رو برام طبق سرچ ها بیاره. چت جی پی تی مثلا میگه که خب برای این آدم با این شخصیت این چیز رو اگر من پیشنهاد بدم خیلی بهتره. مثلا ببین من اگه از گوگل بپرسم 5 تا فیلم خوب بهم معرفی کن، اون 5 تا فیلم خوبی که طبق سئو گوگل و طبق کاربرهایی که اون ویدیو رو دیدن معرفی میکنه. ولی من اگر 5 تا فیلم خوب رو از چت جی پی تی بخوام، اون میره گذشته من رو بررسی میکنه و اینجوری که خب این شخص با فیلم های اینجوری بهتره و اونا رو به هم معرفی میکنه. یه همچین چیزی رو میخوام بهتون بگم که متوجهش بشید. در واقع اینو نمیخوام بگم که چت جی پی تی روی داده های من، روی اطلاعات من دوباره آموزش دیده، اینو نمیخوام بگم. منظورم اینه که اون تاریخچه من رو داره و طبق اونها ترجیح های من رو میشناسه و یه سری ادوایس های بهتری بهم میده. حالا اگه من همین الان برم کلاد رو نصب کنم و همون سوال رو از کلاد بپرسم، اونم شاید مثل گوگل با من رفتار کنه، چون که هیچی از من نمیدونه. پس این که بگم چت جی پی تی دیگه برای همیشه از بین رفت پس بریم کلاد نصب کنیم، چیز کاملا اشتباهه. پس جواب سوال چی بهتره همیشه یه چیزه، بستگی داره برای چه کاری میخوای استفاده کنی. به نظر من کسی که فقط با دیدن 2 تا ریلز میگه که چت جی پی تی رو پاک کنین، بیشتر داره محتوا تولید میکنه و میخواد کامنت بگیره، لایک بگیره، فالوور بگیره و اینجور داستانا. و یه چیز خیلی جالبی که توی این داستان وجود داره اینه که وقتی مثلا کلاد میاد یه سری ویجت های جدید، یه سری کاربرد های جدید به کاربراش ارائه میده، خب اوپن ای آی هم عقب نمیمونه و میگه که اگر من یه سری کاربرد جدیدتر و یه سری ایده های جدیدتر رو روش پیاده نکنم روی چت جی پی تی، قطعاً کلاد من رو میزنه. و جمینای هم وقتی میبینه که مثلا اوپن ای آی داره یه سری قابلیت جدید توی جی پی تی جدیدش ارائه میده، اون هم میره خودش رو ارتقا میده. و در واقع اینو میخوام بگم که برنده اصلی این رقابت ما کاربرها هستیم. ولی چیزی که بیشتر از همه من رو به کلاد جذب کرد، سیل عجیبی بود که توی توییتر به وجود اومد راجع به پروژه سکند برین یا ذهن دوم، که حالا من اونقدر راجبش نمیدونم و حتی انجامش ندادم، ولی چیزی که وجود داره اینه که شما یه سری فایل پی دی اف، چیزایی که راجب خودتونه یا حتی یه سری لینک، مثلا لینک پینترستتون رو میدید به کلاد و اون با توجه به بردی که از شما میبینه میدونه که علایقتون چیه، میدونه که به چه چیزهایی بیشتر علاقه دارین یا اصلا چه چیزهایی رو بیشتر دنبال میکنین، یا یه سری پی دی اف و فایل میدین و میتونین هر بار که خواستین از اونا فقط سوال کنین و جوابتون رو کاملا با توجه به اونا بده. پروژه خیلی عجیبیه و بیشتر من رو به این سمت میبره که حالا اگر سریال بلک میرر رو دیده باشیم می‌بینیم که مثلا یه ایجنت هایی هر انسانی داشت که مثلا میگفت که آقا تو امروز جلسات
دیر شده، مثلا ساعت 3 جلسه داشتی نرفتی، یا مثلا فلان پیام رو جواب ندادی، یا مثلا یخچالت فلان چیز رو نداره و باید بری فلان چیز رو بگیری. یعنی یه جور ایجنتیه که باهات همیشه همراهته، تو هر آن هر اتفاقی میفته بهش میدی و اون یه جورایی یه تو دومه. خب یعنی من اگر مثلا یادم بره که باید جواب کارفرما رو میدادم یا پیام فلانی رو میدادم یا فلان کار رو انجام میدادم، اون هست، اون بهت میگه، حتی کاراتو انجام میده. یه چیزی به ذهنت میرسه میخوای این ایده رو یادداشت کنی و اون مثلا همزمان یعنی تو میگی و مینویسه، که حالا اینا خیلی چیزهای دورتریه که میگم اگر سریال بلک میرر رو دیده باشی. ببین اینجا الان مثلا کلاد و چت جی پی تی راشون جدا میشه. مثلا اگر این کار رو بخوای با چت جی پی تی انجام بدی باید حتما نسخه پرو یا پلاس داشته باشی، ولی تو این کار رو میتونی با کلاد انجام بدی، که البته اینم بگم که با کلاد هم نمیتونی خیلی دیتا بهش بدی. یعنی اگر بخوای یه خورده پی دی اف های سنگین تری بهش بدی، یه سری دیتا های سنگین تری بهش بدی، اونم باید اکانتش رو بخری. ولی خب چیزی که مثلا من یادمه یه پی دی افی رو میخواست بده به چت جی پی تی و اصلا آپلود نمیشد توی نسخه رایگانش، ولی خب توی کلاد این اتفاق میفته. پس ببین یه سری چیزا این نسبت به اون بهتره، یه سری چیزا اون نسبت به این بهتره و خب همه اینا رو تو باید بسنجی با توجه به کاری که میخوای از یه ای آی داشته باشی، اون رو انتخاب کنی و استفاده کنی. بعد گفتم که این داستانی که به مغزت وصل مثلا تو یه چیزی رو بگی اون همونجا یادداشت کنه، این داستانیه که توی سریال بلک میرر کاملا دیده میشد و ساخته ذهن من اینه که مثلا نورولینک و تراشه ایلان ماسک اگر یه روزی به این ای آی وصل بشه که قطعا میشه به هر نحوی، میتونه کاملا اون ویدیوهای بلک میرر رو درست کنه. یعنی تو با تراشه یه سری دیتا به تراشه میدی دیگه، خب همین دیتایی که به هوش مصنوعی دادی رو به اون میدی، بعد اون تراشه بهت میگه که فلان کارو مثلا انجام ندادی. خیلی خیلی چیز ترسناکیه، از یه بار خیلی کار خوبیه، نمیدونم اصلا ببین خیلی ترسناک شده، خیلی زندگیامون ترسناک شده. من اصلا نمیخوام 20 سال آینده رو ببینم. یعنی احساس میکنم خیلی اتفاق، یعنی توی برهه‌ایم که یهو امکان داره یه جهش خیلی بزرگی بزنیم. البته نه در ایران، چون آره. اینم از این و برسیم به یه داستان دیگه. به ویدیوهای آقای پیاز و خانم پرتقال اصلا نمیخوام بپردازم، چون احساس میکنم کاملا وقتمون رو میگیره. من اصلا نمیخوام راجبش حتی صحبت کنم. بریم راجب چیز دیگه صحبت کنیم. پرامپت های آماده ای که پرامپت رو کامنت کن، برات پرامپت رو میفرستم. یه نفر بهم پیام داد حتی، آره میگفت من عقب موندم و همه بلدن پرامپت بنویسن، همه بلدن با چت جی پی تی فلان کنن، همه بلدن کلادو به فلان چیز وصل کنن و یا چه میدونم سایت بسازن که به اینم میرسیم. بعد من حالا یه دوره خیلی کوتاهی خیلی برام پرامپت نویسی جذاب بود، یه تقریبا 2-3 هفته ای من رفتم پرامپت نویسی رو امتحان کردم. بعد تو همین 2 هفته فهمیدم که آقا این پرامپت های آماده ای که هر روز صبح که بلند میشی، یا نمیدونم تو فید شما هم اینجوریه یا نه، ولی تو فید من وحشتناکه. یعنی اصلا دارم هر روز بلاک میکنم و همچنان دارم میان. ترجیح میدم ویدیوهای شیر دادن نهنگ به بچهش رو ببینم، نه اینکه چجوری عکسم رو تبدیل به قهرمان جام جهانی کنم. آقا داستان چیه؟ یه سایت هایی هست، یه ای آی هایی هست که یه سری آدم ها میان یه پرامپت های جنرالی می نویسن و یه ویدیو یا عکسی درست میکنن، بعد اینو میان به اشتراک میذارن و تو میتونی قشنگ بری تو اون سایت اسکرول کنی و انواع و اقسام عکس هایی که مثلا امروز، هفته پیش، 1 ماه پیش ساخته شده رو ببینی در انواع و اقسام مختلف، مثلا انیمه ای، نمیدونم ریالستیک، مدل های مختلف. بعد مثلا یکی از این عکس هایی که یه نفر یه بنده خدایی ساخته یهو مثلا کلی لایک میگیره و همه میرن عکسشون رو شبیه اون میکنن چون قشنگه و اینا، و اون پرامپت آمادهش هست. یعنی توی اون عکسه که بری یک قسمت کنارش پرامپت رو داده و اون پرامپت رو کپی میکنن، میارن باش ویدیو میسازن، 1 میلیون ویو میگیرن، بعد میگن که کامنت هم بذارین که من این پرامپت رو براتون توی دایرکت بفرستم، بعد تو دایرکت میگن که فالوم داری، بعد میگی که نه فالوم کن بعدش برات میفرستم و اینجور داستانا. خلاصه اینقدر هر چیزی رو میبینین باور نکنین. اصلا دنیای هوش مصنوعی داره به جاهای عجیب غریبی میره و
آره باور نکنین مثلا پرامپتای آمادش هست، یه نفر دیگه نوشته، یکی میاد ویدیو میذاره و ویو میگیره و اینجور داستان. یک داستان دیگه ای که داره اتفاق میفته تقریبا فکر کنم هفته پیش بود، حالا من دیگه ندیدم چون که میگم یه سری عظیمی از این آدم ها رو بلاک کردم. بیاین با کلاد یک اپلیکیشن و سایت از صفر بسازیم بدون دانش فنی و بدون 1 ریال پول، یا حتی بعضیا دیگه 1 میلیون که تو حسابت هست، دیگه 3 میلیون که من اول می‌خواستم ویدیوهای اینا رو بذارم، حالا صداشون رو تغییر بدم یا هر چیزی، گفتم ولش کن حوصله دردسر ندارم. آره یه سری ویدیوهای چرت و پرتی که از صفر بیاین یه اپ، ازم منم میدونم میشه ساخت. خب الان میگی که نه من کردم شده، آره میشه ساخت، خب میشه ساخت. من خب 2 سال 3 سال دارم طراح سایتم دیگه، دارم سایت میسازم، هیچ ادعایی هم درش ندارم، نمیگم خیلی طراح سایت خوبی ام و فلان اینا، دارم آقا اینو میگم که تو داری یک اپلیکیشن یا سایتی با ای آی بالا میاری، بعد سوال اول دیتابیسش کو، سوال دوم امنیتش کو، سوال سوم آیا اگر که اون کدها نخوندن تو دانشش رو داری، تو میتونی اون رو دیباگ کنی. و سوال چهارمی که به شدت برای من عجیبه، ببین یه عده واقعا کامنت گذاشته بودن که یعنی من توی 10 دقیقه میتونم این اپ رو بیارم بالا و بعد فروش محصول، اصلا هیچ وقت این کارو نکن، فروش محصول. بعد اصلا خیلی برام عجیبه، خب خیلی برام عجیبه که یه سری آدم این رو باور میکنن و حالا اینجا که اوکی شاید خب دانشش رو ندارم، ولی خب عزیزم چجوری مثلا چجوری میخوای بفروشی؟ مثلا خیلی برام سواله. اگر انجام دادین حتما به هم بگین. و اینجا یه چیزی رو بگم که باز یه عده نیا رو سرم بریزم. ببین کسی که دانشش رو داره، کسی که میدونه اصلا ساز و کار این داستان چیه، اوکی اون میتونه، خب اون میتونه. حتی من یه سری دوستایی دارم که انجام میده، حتی من خودم مثلا سایت قبلی که ساختم ببین یک تقریبا 10,000 خط کدش رو با AI بالا آوردم. خب اون به کنار، خب من اگر خراب بشه میتونم دیباگش کنم، من اگر خراب بشه به دیتابیس هم ضرری نمیرسونه، امنیتش با اونش جداست، نمیدونم توش کد اشتباه نیست و هزاران تا چیز دیگه. خب یکی که چندین سال کار کرده با کلاد AI های مختلف میتونه خیلی کارهای قشنگ و زیبایی بالا بیاره و این باعث نشه که تو بگی خب دیگه من دیگه نرم HTML CSS و جاوا اسکریپت و فلان رو یاد بگیرم، من دیگه اصلا برنامه‌نویسی وای من دیگه اصلا همه چی داره جای منو میگیره، من دیگه برنامه‌نویسی نرم یاد بگیرم، دیگه AI کارشو میکنه. ببین خیلی کار رو راحت کرده، خب دیگه من نمیشینم از صفر برنامه بنویسم. ولی پس فکر نکنین که بدون داشتن دانش، بدون درک منطقی الگوریتم، بدون داشتن منطق ریاضی، بدون دانش فنی در این حوزه شما میتونی کاملا ازش، یعنی 0 تا 100 ازش استفاده کنی و به هیچ مشکلی هم بر نخوری. چرا؟ کسی که چندین سال کار کرده هم به مشکل میخوره ولی توانایی حل اون رو داره. آره دیگه اپلیکیشن و اینا. ویدیو خیلی طولانی شد، ببخشید. اگر دوست داشتین کامنت بذارین که من باز یه ویدیو دیگه بگیرم. اصلا نمیدونم این ویدیو آپلود میشه، من کی ادیتش میکنم. دارم راستش ویدیو رو میبرم فردا توی یه شهر دیگه ای آپلود کنم. آره همین دیگه. خداحافظ.